دکتر بزنبادر دلم براش کباب تفلی. هنوز از این داستان آمریکا و اون عملیات بیرون نیامده. این سرگذشت معمر قذافی ترس دلشو بیشتر کرده. مقام عظما رو میگی؟ بله مقام عظما رو میگم. حالا با این ید و بیضا باید بیاد بگه که ببخشید من از هیچی خبر نداشتم. من که سهلم رئیس جمهورم هم خبر نداشته. تازه اون بالای سپاه پاسداران هم که سپاه قدس بهش وصله خبر نداشته. تازه خود سپاه قدس هم بالاهاش هیچ خبر نداشتن. آره یادش بخیر. یه موقع امام میگفت نویسنده میکشیم، بعدم پای صحبتش وا میستاد. بله اگرچه نتونست ولی اقلا سر حرفش واساد. الان معلوم نیست چطوریه که تو آمریکا همه از بالا تا پایین خبر دارن از این عملیات بزرگ و مقدس ما. بعد اینجا هیچ کی خبر نداشته. اون مصلحی مشنگ مقام عظما رو به این روز بدبختی انداخته. میگه که اگه اون طرف دنیا کسی آببازی هم بکنه شماره شناسنامه‌اش تو کامپیوتر من ثبته. ولی این یارو 5 ماه زیر نظر FBI بوده. یه ماه هم دستگیرش کرده بودن. بعد تازه ما میگیم که ها کی چطوری اطلاعاتش دست کی بوده؟ مشنگ تو نمیتونی رداشو بسوزونی؟ لابد اطلاعاتش دست من و شما بوده آقای دکتر یا عمه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن که یارو یکی تو خیابون دید گفت ببخشید شما علی پسر محمد آقای پاسبون نیستی که تو ابهر سر کوچه چراغی مأمور بود؟ یارو خوشحال شد گفت آره آره خودمم. طرف گفت شرمنده عوضی گرفتم. روشن شد یا همچین بزنم که تا ابهر بدویی. آیا دکتر تو این وضعیت داغون یه نامه داریم از احمق. احمدی مقدم. نه خیر احمق به معنی واقعی کلمه. حسین طائب میگم. دلم برات کباب شد که این برات نامه میده. هر وقت نامه های این مشنگو میخونی آرزو میکنم که یه دستگاه خردکن داشتیم اینجا برای ریز کردن نامه‌اش. نه خیر برای ریز کردن خودش که دیگه نامه ننویسه. مشنگ گفته اگه ما میخواستیم عملیات بکنیم خود پادشاه عربستان رو میزدیم. آخه شوت سنگین تو نمیفهمی وقتی که از مقام عظما تا پایین همه میگن ما نبودیم و غلط کردیم. اینا موقع هارت و پورت تو یکی احمق نیست؟ آی دکتر این حاج مصلحی عقلش نمیرسه که تو این شرایط خطیر داغون یه دهنه‌ای به دهن این احمق بزنه. بابا اون خودش محتاج یکی که دهنه به دهن اون احمق بزنه. مرحوم بابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودن که یارو پسرش رو برد آزمایش ببینه دیوونه است یا نه. دکتر به پسره گفتش که پسر جون بیا این آبکش بگیر برو باش از اون شیر اون ور حیات آب بیار برام. بابا گفت آقای دکتر این خسته است بذار خودم برم برات بیارم. روشن شد یا همچی بذارم که تا شیر اون ور حیات بدویی. آی دکتر اطلاعاتی همون که از قدیم خنگ بودن و خبر داشتیم. عملیاتی همون چرا لای میدن. این قاسم سلیمانی که قرار بود عقل کل سپاه قدس باشه احمق نفرش بین این همه آدم تو آمریکا صاف رفته سراغ رابط FBI. مشنگ رفت بانک بزنه به جای گاف صندوق آب سرد کنه بلند کرد برد. فکر کرد هرچی که سنگینه باید با خودش ببره. آش نخورده و دهن سوخته. توی خبر آرژانتین اقلا اولش یه چیزی گیرمون اومد بعدش پس گردنی خوردیم. ولی اینجا از همون اولش داستان یارو شد که سلاح گذاشت پشت کله طرف گفت اگه تکون بخوری خودمو میکشم. اون تکون خورده چه تکون خوردنی دکتر. دکتر بحث من عوض میکنم اینجا میریم سر یه بحث بسیار مهمی که الان روی میز نظام هست. اونم بحث اختلاسه. نامرده نظام برباده 10 سال پیش حرف مقام عظما رو گوش نکردن اینا. بله. قبلترش هم گوش نمیکردن. بله. الان هم گوش نمیکنن که گفت قضیه رو کش ندین. آی خاوری رفتی اونور دنیا ولی اگه دستم بهت برسه 3000 میلیارد تیکت میکنم. آبرو برای مقام عظما نذاشتن اینا. تازه نمیفهمی 3000 میلیارد یعنی چی و اینقدر ناراحتی و جوش میزنی. اگه این 3000 میلیارد و 1000 تومنیش بکنی از اینجا تا کره ماه میره بازم اضافه میاره. اگه بچینی 1000 تومنی رو پشت سر هم دور زمین میزنی. نه یه بار نه 2 بار نه 3 بار 4 بار دور کره زمین. 4 دور کره زمین با 1000 تومانی؟ بله. همش دست همین خاوریه. نامرد با همین پولاش آدمایی رو که اهلش باشن و زمینش رو داشته باشن میخره. آقای دکتر همین جناب آقای برادر خاوری محترمو میگی؟ آره. آی دکتر چه خبره اینقدر بهش اتهام میزنن؟ طرف تخلف بانکی کرده جنایت که نکرده. ساکت باش میرم روشنم باش. اگه قرار باشه کسی موضع عوض کنه مگه من خودم اینطوریم؟ اینو داشته باش تا روشن شی. فکر نکنی که میذارم تو موضع تو عوض بکنی. آی دکتر شما که این همه میزنین باندم دارین بدین؟ باند پانسمان؟
نه باند فرودگاه میخوام فرود بیام تو. آخه فکر کردم ممکنه جیمز باند بخوای. حالا اشکال نداره، بزن قدش که تو برنامه با دعوا تموم نکنیم، با صلح و ثبات تموم کنیم. بزن قدش میرم. میخواین با من دست بدین آقای دکتر؟ نه خیر، میخواستم این ناخونای قشنگ تو برات مانیکور کنم، یه لاکی بهش بذارم. ناکس دیدی خودت میزنی به خنگی؟ دیدی خودت پپه‌ای؟ دیدی تو خنگی؟ من میگه آقای دکتر خنگ و پپه؟ آره من خنگ و پپه هستم. اگه من خنگ و پپه نبودم به جای اینکه بیام با تو نشست و برخاست کنم میرفتم با اون خاوری، اون استراتژیست نظامه، اون خط نظام و پیش میبره 3000 ملت